سلام بینندگان عزیز. امروز در جمهوری تاجیکستان معرکه پیشنهادات به نامزد به پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان از طرف احزاب سیاسی ادامه دارد. یک قسمت حزب‌ها که حدود 100 یا 200 نفر اعضا هم در خود ندارند، کوشش به خرج میدن که یک یا دو نفر نامزدها را به این منصب پیشنهاد نمایند. اما دو حزب قوی، یعنی حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که حدود 20 سال در مبارزه با حکومت عمل کننده قرار دارند، یک اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تشکیل نموده کوشش به خرج دادن که از آن یک شخصیت غیر حزبی به این منصب بلند در تاجیکستان پیشنهاد نمایند که با پیشنهادات این نامزد در دایره های سیاسی آسیای مرکزی یک ترکیشی به وجود آمد. یعنی بار نخست در جمهوری تاجیکستان از تاریخات اتحاد شوروی و قبلا هم از آن 100 ساله ها در جمهوری تاجیکستان به این منصب بلند نامزدی آینیال بابا نظر و زن، مادر و خوششناس خیلی شناخته تاجیکستان پیشنهاد گردید. میریم به طرف موضوع دیگر. با پاش خوردن اتحاد شوروی قسمت زیادی سیاستمداران و اشخاص شناخته به هر کشورها، با کشورهای گوناگون جهان، کشورهای مختلف جهان سفر کرده، در اونجا مسکن گرفته، امروز در فعالیتند. و چون که بدانیم امروز در شهر مسکن قسمت شهروندان تاجیکستان که در دوران گذشته، در دوران سابقه در وظیفه های بنیاد عالی تاجیکستان فعالیت کردن اقامت دارند. استاد بوری کریموف که در گذشته رئیس گازپلان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان و معاون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان در آن دوران گذشته فعالیت میکردند، امروز در مسکو اند. و ما در برای انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان از ایشان خواهش کردیم که فکر و عقیده خود را که از آن تجارب خیلی بای که در طول این سالها در سفرهای مختلف خود با کشورهای جهان برداشت کرده است، در این اصلا به ما ارزیابی کند. به نظر من انتخابات امساله پرزیدنت تاجیکستان با عنوان پرزیدنت تاجیکستان به نظر من از انتخاب چند سالهای پیشین بهتر می شود. ولی متاسفانه نه همه پهلوهای حاکمیت خلقی، حاکمیت مردمی، دموکراتی که ما دایم درباره‌اش سخن میگوییم که این حاکمیت خلق است، به اینابت گرفته می شود. اصلا انتخابات انتخاب است. مردم باید یک امکانی درست داشته باشند که از آنهایی که پیشنهاد می شوند بهترین را انتخاب نمایند. بعد چند واقعه های پای در پای در تاجیکستان، از جمله واقعه های خونین، امروز رهبریت تاجیکستان البته درک میکند که کوشش کردن در کار که انتخابات هیچ نباشد شفافتر بگذرد. ولی ما زیایی، ما مردمی که دموکراسی میخواهیم و استقلال و آزادی حقیقی میخواهیم، ما میخواهیم که انتخاب باشد، همه یک حقوقهای برابر داشته باشند و آنهایی که نامزدی خود را پیشنهاد کردند ارزنده باشند. این مسئله چند شاخه دارد. یعنی که پیش از همه اون کمبودی که در احزاب است باید از بین برده شود. حکومتداران امروزه تاجیکستان نه تنها امروز و پگاه بلکه دیروز باید امکانهای خوب میدادند که حزبها به قوت شوند. از نگاه من حقیقت حزبهای به قوت زیادن در جامعه بگذار حزبهایی که مقابلی دولت داران هستند یا اپوزیسیونی میگوییم به اصطلاح هستند، هر قدر زیاد باشند همان قدر کشور زیادتر ترقی میکنه. استاد بوری کریموف که طول این سالها اشاره در بالا کردن که تجربه زیاد سیاسی دارد و در معرکه‌های بین‌المللی زیاد سیاسی شرکت کرده است، میگوید که امروز در جمهوری تاجیکستان احزاب سیاسی نسبتاً ضعیف‌تر است که این یعنی حکومت کشور باید این احزاب را در معرکه‌های مختلف سیاسی تاجیکستان دعوت نموده آنها را کمک کند تا آنها پیشرفت کنند، چون که ادامه سیاست جمهوری تاجیکستان در دست اینهاست و رشد دادن اقتصادیات و سیاست جمهوری تاجیکستان نیز از احزاب سیاسی وابستگی دارد. استاد می‌افزاید. میبخشید یک مثال میارم، مثال دور نه، از کشور همسایه، از قرقیزستان.
از قرقیزستانی که از نگاه سیاسی از ما چندین مراتبه آزادتر و دموکراتیکتر و پیشرفته است. امروز پرزیدنتی امروزه قرقیزستان در کنسپسیای رشد کشورش انتخاب شفاف را در برابر رشد اقتصادی می‌داند و نوشته شده است که انتخاب شفاف پرزیدنت نه کمتر است از رشد اقتصادی کشور، چون که اگر انتخابات شفاف نباشد مردمانی که ناراضی هستند خیلی زیاد می شود و همون پرزیدنت، همون راهبر انتخاب شده درست نمیتواند دولت را اداره کند. ولی اگر انتخاب آزاد باشد، انتخابات شفاف باشد، حقوق‌های برابر فراهم باشد، شخصی انتخاب شده بگذار شما امام علی رحمان است یا که سومین نفر است، بعد انتخاب شدنش باز هم خوبتر، باز هم جاذبتر، با قوتتر دولت را اداره میکند و پیش میبرد. برای همین هم پیش از همه باید سرقانون کشور و قانون انتخابات در وقت انتخابات از طرف یگان شهروند از راهبری اول سر کرده تا آخرین آواز دهنده ویران کرده نشود. بوری کریمی وزیر از قانونگذاری و اجرای شان در جمهوری تاجیکستان گفت که در کشورش در مراکز انتخاباتی قانون قبول شده به نظر گرفته نمیشوند. برای بعضی از حزب‌ها حتی آواز قلبکی می‌نویسند و حتی مولت فعالیت منصب پرزیدنتی اروت تغییر می‌یابد. استاد میگن که این سیاست دموکراسی در کشور اصلا پرده پوش می‌نماید. پس ما از استاد خواهش می‌کنیم که در کشورهای دیگر جهان امروز این مراکز چطور صورت می‌گیرند؟ یگام قانون اساسی نه در کشور ما نه در دیگر کشور و قانون انتخابات نباید نسبت یک نفر که شما میخواهید راهبر هستید یا نسبت دیگر در ناخونک پاره کرده جامعه دوزانده شود. هر روز ما آن را باید دیگر نکنیم. در امریکا هر روز قانون دیگر نمی شود. 4 سال انتخاب شد، بار دیگر 4 سال، بعد از 8 سال نمیتواند دیگر انتخاب شود. ولی ما چه کارهایی را نمی کنیم که یک بار و دو بار نه و بارها یا مهلت را زیاد کنیم و انتخاب شویم. این چیز به فایده دولتداری نیست، به فایده پیش رفتن جامعه نیست. این یک جهتی مسئله. دوم جهتی مسئله این است که از نگاه من که امروز اون قانون را به واسطه پارلمان، به واسطه مردم، هم قانون اساسی کشور هم قانون انتخابات را ما داریم. از دیگر نگاه میتوانیم در ناخونک بگوییم که به سر ما بار کردن و ویران کردن این قانون، با ویران کردن این قانون انسان آوازدهنده مردم جزا میبیند. ما باید آن رو ویران نکنیم و در این حالت باید راهبران امروزه تاجیکستان از آن جمله محترم پرزیدنت ما باید طوری کند که در برابر خودش آن نفرانی که میخواهند در انتخابات اشتراک کنند یک شرایط و امکانات یک خیله داشته باشند. ولی آن کسی که الکی میدانند که پرزیدنت انتخاب میشوند برای به خاطر آینده ملت ما باید این شفافیت را فراهم بیارند. شرط نیست که 95% مردم تاجیکستان دروغ و نادروغ با یک نفر آواز بدهند. 51% هم بسنده است. در جریان صحبت آقای بوری کریمی با یک مراجعت دوستانه هم که هم در کتابهایش قبلا چاپ شده است به سیاستمداران امروزه جمهوری تاجیکستان رو می‌رود میگوید که اصلا انتخابات های رئیس جمهور و نمایندگان خلق در کشورهای ابرقدرت جهان چطور صورت میگیرند. ما از استاد خواهش میکنیم که در این مسائل کمی با ما صحبت داشته باشند. من به طور رسمی در کتاب خود مراجعت نامه با نام محترم پرزیدنت نوشتم. اگر در کار باشد میخوانم. چاپ شده است، در بین مردم پخش شده است و مضمون و مندرجه این مراجعت نامه آن است که ما از شما خواهش میکنیم که در این قدر سال دولتداری علاقه شما خوب دیده اید که کدام از آنهایی که در دایره دولتداری شما هستند خوب کار میکنند، کدام خاکپاشی میکند، کدام شما را فریب میکند، کدام از نزدیکان شما از نام شما را بد میکند، جامعه را افلاس میکند.
از آنها دست کشید. بهترینایش بگذار باشند در دایره دولتداری شما و از حساب آنهایی که افلاسند. اون دولتداری هم یک ادبگاهی بزرگ است. در این ادبگاه جای گرفتند نفران نو، تاجیکانی بهترین را از هر ناحیه و منطقه بیارید، جایگیر کنید. آن وقت شما در تاریخ با نام نیک واقع میمانید. من بارها گفته بودم، محترم پرزیدنت نوشته بودم که البته در صلحی که در تاجیکستان هست خدمت شما خیلی شایسته است، ولی دائم از آن صلح سخن کردن و طرف دیگر را به اینابت نگرفتن کار خوب نیست. طرفها با هم آمدن، کشورها کوشش کردند به واسطه خدا و خلق صلح در وقتی راهبر بودن شما پایدار شد. وحدت را به طور پوره جدی واقعی باید نگه داشت. آن وقت شما عصرها در تاریخ میمانید، وگرنه آن صلحی که شما به میان آوردید امروزه دولتداری شما تیز در بین چند سال فراموش می شود. ببخشید سخنان من به شما سخت نرسد، ولی حالا هم دیر نشده است. شما هر چی زودتر باید دایره دولتداری خود را از افلاسان تازه سازید و خویشاوندانی که به نام شما و به نام دولتداری شما اسناد میارند آنها را در چارچوبه آداب و اخلاق بگیرید. من شخصا آن نفری که جزای نفر دولتدار بودن را دیدم، من نفری که خون ناحق ریختن را دیدم، هم در کشورم هم در کشورهای بیگانه. نفری که هر سال تا 40 سفر دارم به کشورهای گوناگون و میبینم که در مملکت‌های مسلمانی امروز کشورهای ابرقدرت چیکارهای را میکنند. هیچگاه نمیخواهم که در کشور من خون ناحق بریزد. هیچگاه نمیخواهم که آنجا نابرابری باشد. پیش از همه باید بگوییم که رشد همین حزب‌ها هم از دولتدار سخت وابسته است. من درباره تاجیکستان صحبت نمیکنم. یک چیزهای عمومی میگویم. با اون کسی که تعلق دارد شاید فهمید. باید طوری کرد که حزب‌ها روز به روز استوار شوند. شماره آنها اگر خیلی زیاد هم نباشند ولی باشند، هیچ نباشد که در 2 پنجه جایگیر شوند که از آنها یک انتخاب شود. هیچ نباشد در 5 پنجه. و بسیار میخواستم که اون حزب‌ها کیسگی نباشند. ببینید اگر دولتدار برای به میان آمدن حزب نو مانع نباشد، در نظر نیست فقط پرزیدنت ما، در نظر است دایره های گوناگون دولتداری. آن وقت شماره آنها ممکن به 20 میرسد، به 30 میرسد. با مرور زمان، با گذشتن وقت، در حالی که با آنها امکان میدهند شماره آنها آهسته آهسته کم می شود. ممکن 10 می شود، 5 می شود و چون در دیگر کشورهای کلان 2 می شود، ولی اون چند حزب می شود که از آنها انتخاب کردن یگان طرف، یگان حزب، یگان نمایندهش ارزنده است. به انتخابات رفتن مضمون دارد. در بسیار کشورها امروز به انتخابات رفتن مضمون ندارد. ما این چیز را در دوران شوروی آرزو میکردیم. حاضر هم میبینم که مردم آرزو میکنند. ما باید طوری کنیم که از نام همگان دیگران آواز ندهند. هر کس از نام خودش آمده آواز بدهد. وقتی که چنین شفافی هست، چنین رفتار هست، هیچگاه 95 و 91 و 85 نمی شود. در انتهای برنامه موضوع روز من با تمام مردم جمهوری تاجیکستان، با تمام اعضای سیاسی جمهوری تاجیکستان خواهان آنم که انتخاباتی در پیش استاده با یک سیاست اهلانیت، سیاست دموکراسی برگزار می شود و اون پیشنهادات که آقای بوری کریم کردند، من اون نیات خوبی که به اعضای سیاسی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند جامعه عمل پوشد.